مقامات روسیه بیش از 20 نفر را که به نشان اعتراض به حبس ایوان سافرونوف، سابق خبرنگار نظامی نشریه کمرسانت، در روبروی قرارگاه خدمات فدرالی امنیت روسیه FSB واقع در میدان لوبیانکای مسکو جمع شده بودند، بازداشت نمودند. به قول دادستانها، سافرونوف به یکی از کشورهای پیمان ناتو معلومات سری را تسلیم نموده است. نام برده که در ماه می سال روان مشاور رئیس اگنتی دولتی کیهانی روسکوسموس تعیین شده بود، روز 7 ایول بازداشت شد و افسران خدمات امنیت فدرالی خانه‌اش را کافت و کاب نمودند. در دادگاه سافرونوف عیبنامه را رد کرد و افزود که گناهی ندارد. روز سه‌شنبه دادگاه منطقه لیفورتوو حکم برآورد که سافرونوف تا 6 سپتامبر در بازداشتگاه نگهداری شود. با اشاره به عیبنامه، کارشناسان تخمین می‌کنند که محاکمه او پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. شماری از روزنامه‌نگاران و همکاران فعلی و سابق سافرونوف به پشتیبانی از او صدا بلند کردند. ما واقعا باور نداریم که ایوان به وطن خیانت کرده است. به فکر ما قضیه باید حدالامکان شفاف بررسی شود. ما شاهد آن خواهیم شد که او خائن نیست. او شخصی پاک است. این نه تنها عقیده من و همکارانش، بلکه کاردهنده او دیمیتری راگوزین نیز میباشد. وکیل مدافع سافرونوف ایوان پاولوف به خبرنگار ریترز گفت به عقیده دادستانها در سال 2017 اثنای کار به حیث خبرنگار، سافرونوف معلومات سری دولتی درباره فروش اسلحه روسیه به کشورهای افریقا و خاورمیانه را به جمهوری چک تقدیم نموده است. پاولوف علاوه می‌کند که به فکر جانب عیبدار کننده این معلومات سری بعداً به ایالات متحده آمریکا انتقال یافته است. اگر عیبنامه سافرونوف ثابت شود، او امکان دارد تا 20 سال از آزادی محروم گردد. اخیراً نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه چندین خبرنگار و محقق را بازداشت نموده، خشم و غضب همکاران سابق و هوادارانشان را به بار آورده‌اند.